تنظیم برکت زندگی است. سلام بینندگان عزیز، با موضوع قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌های مردمی امروز ما با کارشناسان برنامه و با جوانان فعال شهر ترسونزاده صحبت می‌کنیم و در آغاز من مهمانان برنامه را به شما معرفی می‌نمایم. عاقل احمد و مدیر شعبه اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر ترسونزاده، فیروزه مومنه و متخصص بخش عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم‌های دستگاه رئیس شهر ترسونزاده، خورشیده ملیک و آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 101 شهر ترسونزاده. بار دیگر من مهمانان را به استودیوی تلویزیون رگر خوش آمدن میگویم. خوب جوانان عزیز و مهمانان محترم، چخیلی که بهره که ما و شما معلوم است، عیان است، زیاده از 7 سال می شود که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در عمل تطبیق می گردد و این قانون امروز میان مردم راه اندازی گردید و در دایره همین قانون مردم جشن و مراسم های خویش را برگزار می سازد. من در آغاز می خواستم متخصص بخش عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های مردمی در شهر ترسونزاده فیروزه مومنه و نظر خویش را بیان می کردند. کدام عامل ها باعث گردید که همین قانون در جمهوری تاجیکستان قبول گردید؟ ضرورت قبول قانون تنظیم البته از پیدایش خودی همین کلمه هوای است. تنظیم علاقه این معنای یک نظام، ترتیب معین در یک حدود معین رو ifade میکند. قبول این قانون البته این تقاضای خودی زمان بود. نسل میان سال و کلان سال امروزه ما البته در یاد دارند رفتی برگزاری توی‌های سالهای قبلی رو که یک توی تا یک هفته دو هفته هم ادامه داشت. دیگ‌های آش، شوربا از 1 تا 4 5 10 عدد حساب میشد. خوشبختانه علاقه می‌بینیم که با شرافت قبول این قانون برگزاری توی معرکه‌های ما در دوره 3 ساعت مقرر گردید. در دایره برگزاری توی در دایره 1 تاون در یک روز تعیین گردید. هدف از قبول این قانون آن بود که سطح زندگی مردم یک نوع بلند برداشته شد و البته حکومت جمهوری همیشه در رفت قبول هر گونه قرار امرها و قانونهای خود حتما همین هدف رو پیگیری میکند و تا امروز ما علاقه به یک سطح معین به یک درجه معین سطح زندگی خود رو با توسط اجرای مقررات همه گونه این قانونها خیلی برداشتیم. تشکر زیاد فیروزه مومنه و بار دیگر من به همه بینندگان میرسانم که موضوعی که امروز مطرح می شود درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم های مردمی و فکر کنید که قانون مذکور قبول گردید. پیش از آن که همین قانون قبول گردید اول مورد محاکمه عامه وسیع مردم جمهوری قرار داشت. وقتی که فکر و عقیده مردم به این نوبت گرفته شد و بعدا این قانون قبول شد، یعنی که مقصد این قانون پس کردن کم بی‌ضایعاتی و بلند برداشتن سطح زندگی در جمهوری تاجیکستان می باشد. میخواستم فیروزه مومنه و فکر خیش را بیان میکردید که عموما در سال 2014 چند عدد توی معرکه های دفن و عزاداری از طرف بخش دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های شهر ترسونزاده به قید گرفته شد. در ادامه 12 ماه سال جاری از جانب کارمندان بخش و کارمندان مقامات های قدرتی از جمله پروکراتوره در یک جایگی با اعضایان کمیسیون دائمی عاقلت شهر نیز اعضای آن می باشند 21 حالت قانونشکنی آشکار کرده شد و نسبت نفرانی که به قانونشکنی در رفت برگزاری توی معرکه‌های خود راه داده بودند در مجموع با مبلغ 42600 سامانی جریمه کرده شدند. از جمله مردم ما با بهانه‌ای که مردم چی میگویند امروز به صرف و خراجات‌های زیادتی راه میدهند. من امروز میبینم که در استودیو بیشتری جوانان از حساب دخترانند. من هم به زنهای محترم و هم به اینجا نشسته به دختران که آینده جامعه ما بی‌واسطه به جوانان وابسته است گفتن میخواهم یا که تاکید کردن میخواهم که اکثر موردها دی صرف و خراجات بیهوده این محض با تشبث زنان صورت میگیرد. من امروز با باوری کامل گفته میتوانم که هر یک شما در دایره اویله های خود هنگامی برگزار کردن یگان توی معرکه شاهد بی‌واسطه مناقشه و مناظره بین پدر و مادران خود شده در مورد خراجات توی همین تا خیلی که در بالا معرفی کردم مدیر شعبه اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر ترسونزاده عاقل احمد و تشریف دارند و وقتی که همین قانون قبول گردید و امروز شما از توی و معرکه ها جشن و مراسم ها بازدید به عمل می آورید بیشتر کدام بندی طلبات همین قانون رعایت نمی شود؟
تشکر. اگرچنده از قبول قانون 7.5 سال سپری گشته باشد هم امروز هم در بین مردم همین طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان رعایت نمی‌گردد. اساساً اگر گیریم ماده 10 قانون که درباره توی عروسی و دامادی است، در همین معرکه توی عروسی و دامادی قانون شکنی بیشتر به نظر می‌رسد. چون که طبق ماده 10 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها قانونگذار معین نموده است که معرکه توی عروسی و دامادی در خانه عروس یک معرکه و در خانه داماد یک معرکه در دایره 3 ساعت باید برگزار شود. چون که تا قبول گردیدن این قانون این معرکه ها یعنی معرکه های توی عروسی و دامادی به 8 تا می رسیدن و امروز قانونگذار معین کرده است که یک معرکه. لیکن امروز هم در بین اهالی شهر ترسونزاده در گذراندن معرکه توی عروسی و دامادی زیاده از 2 معرکه گذرانده می شود. یا اینکه مسئله طلبات دیگری که در همین ماده 10 می قانون معین گردیده است، این بخشیدن سر و لباس به خویشاوندان عروس و داماد که بغیر از پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد تقدیم کردن سر و لباس را قانونگذار منع کرده است. ولی همین تقدیم کردن سر و لباس به خویشاوندان عروس و داماد امروز هم در بسیاری از توی معرکه های ما ادامه دارد. چیزی دیگری که به واسطه این قانون منع گردیده است طبق ماده 10 این برگزار نکردن چایگشتک، معرکه چایگشتک، معرکه خدا طلبان، معرکه مصلحت آشی، معرکه فاتحه توی که همه همین معرکه ها امروز هم در بین بعضی از اهالی شهر ترسونزاده ادامه دارد. البته این معنای آن را ندارد که مردم قانون را نمیداند یا از طلبات های قانون بیخبر است. دوام 7.5 سال است که ما با تمام اهالی شهر ترسونزاده کارهای فهماندهی میبریم و اویدی طلبات های قانون، رعایت قانون ما با تمام قشرهای جامعه صحبت میکنیم. مردم قانون را درست میداند که کدام معرکه ها جایز است، کدامش روانه است، یعنی با قانون منع کرده شده است. ولی مردم ما بهر خود نمایشدهی امروز به قانون شکنی ها راه داده صرف و خراجات های زیاد می نمایند. مثلا در وقتی یکی از ریت ها ما وقتی که به خانه عروس وارد شدیم اساساً باید آنها توی را ساعت 11 روز در طرف خانه برگزار می نمودند. ولی سحری بر وقت در خاندان عروس برای مردم محله آش آماده کرده شده بود. وقتی که ما به خاندان وارد شدیم تا ما از دروازه وارد شده به نزد آشخانه رفتن الکی 2-3 مرد دیگ شوربا را گرفته از بالای آتشدان برده به جای دیگر گذاشته بالایش را با تخته محکم کردن و دیگ آش را برداشته برده در جای دیگر مونده با بالایش یعنی گلیم پوشاندن و 2 شخص دیگر سراسیمه‌وار آن آتشی که در تگی تنور میسوخت آن را برداشته با لگندهای دیگر برداشته گرفته می بردن که بسیار این نگران کننده بود. چون که اگر گوییم که مردم قانون را ندانند میدانند وقتی که آنها ما از دروازه در آمدیم خود را معرفی کردیم که ما اعضایان کمیته دائمی تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها هستیم، آنها به جای آنکه ما را قبول کنند سراسیمه‌وار به طرف آشخانه دویده به همین کار مشغول شدند و الکی این یک قانون شکنی است. چون که چخیلی که حاضر گفتم طبق طلبات ماده 10 فقط گذراندن یک معرکه اجازه داده شده است. یعنی 2 نمودی معرکه برای گذراندن توی عروسی دامادی اجازه داده می شود. یکمش دادن آش و دویمش معرکه ضیافت. یعنی وقتی که در خانه عروس یا داماد معرکه ضیافت گذرانده می شود باید که با اشتراک 150 نفر این معرکه برگزار کرده شود. وقتی که معرکه آش می دهد در این معرکه 200 نفر قانونگذار معین کرده است که اشتراک کنند. برای همین هم از شهروندان خصوصا از زنهای محترم خواهش میکنم که برای همین کم خرج و خوب و زیبا گذراندن معرکه ها بیش از همه باید سهم زنها گذاشته شود. چون که امروز اساساً چخیلی که فیروزآبادو قید کردن همین قانون شکنی ها همش در دست زنهای محترم ما است.
تشکر زیاد عقیل احمدова. من فکر میکنم که بعد از قبول انمی قانون چقدر اون شهروندانی که معرکه کردن، توی کردن، چقدر مبلغ های زیادتی به بودجه اولیوی آنها باقی ماند. این از هر جهت به منفعت خودی مردمی که توی معرکه میکند پیش بینی میگردد و در این برابر مشاهده می شود که هنگام برگزاری توی معرکه ها بعضا شرطنامه های طرفین بین صاحب معرکه و طرفخانه، بین طرفخانه و صاحب معرکه و اینکه همون شخصی که معرکه میکند با صنعتکار شرطنامه ناکرده، حتی نادیده گرفتن به همین توی معرکه ها رو دایر میسازند. میخواستم فکر شما رو در همین سمت بفهمم که همین گونه حالت ها و میخورند که به شرطنامه طرفین توی معرکه ها در طرفخانه ها برگزار می شود. البته درست است. طبق ماده 14 همین قانون باید که آن خدمترسانی هایی که در توی معرکه ها کرده می شود با صاحب توی باید شرطنامه داشته باشند و آن مبلغ هایی که همون خدمترسانی ها یا طرفخانه یا حافظان به دست می آورند یا اینکه نواربرداران باید که به واسطه همین شرطنامه به ناظرات انداز مراجعت کنند و اندازی درآمد رو باید سپارند. لیکن امروز در بسیار حالت ها همین گونه قانون شکنی ها وجود دارد. یک چیز رو اینجا قید کردن هم لازم است که مثلا کمیسیه تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها نه در همه حالت رفته مثلا قانون شکنی را آشکار میکند و برای موادها ترتیب داده به سود پیشنهاد میکند. وظیفه کمیسیه تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها اینچنین از آن عبارت است که همین قانون شکنی ها را پیشگیری هم کند. برای همین هم وقتی که ما ریت های مشترک میگذارونیم یا اینکه اعضای کمیسیه دائمی تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها برای گذراندن یگان توی وابسته میشوند، ما پیش از برگزاری توی و معرکه ها به آنجا می رویم و اگر همین خیلی حالت های باشد که آن را اصلاح کردن ممکن چقدر که شما مثلا قید کردید که شرطنامه بین طرفخانه و صاحب توی یا اینکه شرطنامه بین حافظ و صاحب توی یا اینکه نواربردار و صاحب توی، ما حتما این را پیش از برگزاری معرکه علاقه تشکیل میکنیم، یعنی قانون شکنی را پیشگیری میکنیم و دوام آن ما توی رو برگزار مینماییم. چیز دیگر رو اینجا تاکید کردنی بودم که در حقیقت امروز مردم ما از محتوای قانون برخوردارند ولی بعضا همین چیزها رو نادیده میگیرند. امروز طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها برگزاری توی و مراسم ها در وقت کاری یعنی در روزهای کاری منع کرده شده است. در روزهای کاری طبق این قانون اجازه داده می شود که جشن و مراسم ها بعد از ساعت 6 بیگاه تا 23 شب برگزار شود و در روزهای استراحتی یعنی شنبه و یک شنبه از ساعت 8 سحر تا 23 شب باید معرکه ها برگزار شود. در حقیقت درست قید کردید. امروز مثلا یکی از همین پرابلم هایی که در روز کاری هم مثلا توی معرکه ها رو برگزار میکنن به نظر میرسد، به نزدیکی همین خیلی حادثه هم شد که در روز کاری یعنی در روز جمعه در محله برگزاری آش توی رو برپا کردند و البته آنها برای اونکه قانون شکنی بود ما موادها ترتیب داده به سود شهر ترسونزاده این مواد رو پیشنهاد کردیم. یک چیز دیگر رو باید اینجا خاطر رسان نمایم که مردم حالا همین فهم معرکه ها رو درست نرفتند. مثلا بسیاری ها همین خیلی عقیده دارند که حتما باید وقتی که دختر رو به شوهر میدین چای گشتک گذرونن، وقتی که پسر رو زن میتین البته باید که محله به هم آشتین و هم معرکه ضیافت آراین. من به نزدیکی با یکی از زنهای فعال شهر ترسونزاده صحبت داشتم. آن زن 2 سال پیش دخترش را به شوهر داده بود و به نزدیکی 1-2 ماه پیشتر وقتی که ما هم صحبت شدیم اویدی همین مسئله آن زن خودش اقرار شد که من در حقیقت اگر چندی مثلا زنی پیشقدم هم باشم در همین مسئله بسیار یک زنی عقیب مانده بودم. من 2 سال شد قرضی توی دخترم رو دادم، من امروز خلاص شدم. برای من چی در کار بود که من مثلا 3 روز معرکه آراسته اینقدر مردم رو دعوت کرده اینقدر خراجات زیادتی کردم. برای همین هم از این منبر مساعد استفاده کرده چنین مراجعت کردنی بودم که زنهای محترم ما پیش از همه همون خراجات های زیادتی که میکنن برای همون فرزندشان یک صورت حساب کشایند و آن مبلغ هایی که به درک صرف میکنن به همون صورت حساب فرزندشان که وای خواه داماد است یا خواه عروس است یا خواه توی ختنه سور است به صورت حساب هوا گذارن. چون که در عرفیت میگویند که زندگی آینه را محتاج خاکستر کنند.
برای همین یک وقتی میشد ضرورت پیش میآید همون مبلغی که برای همون فرزند در صورت حساب میگذارانند شاید که آن وقت برای وی بیشتر و بهتر خدمت کند. برای همین هم برای این فرهنگی بلند در کار است. معرفتی بلندی خراجات کنی زنهای ما امروز وجود ندارد. اگر همین خیل گیرید در زیاده از 85-90% عائله ها خزینه دار یعنی کثیر زنها هستند، چون که مردهای محترم ما 85-90% پولها رو آورده به دست زنها میتیان و زنها اگر چند همون مبلغ در دستش باشد هم معرفت خراجات کنی رو نمیدونند و فقط از روی هوای و هوس که یک کس وی رو تعریف کند که لباس خوشرو دارد یا برای دخترش مبل خوشرو خرید یا تیلاواری خوشرو خرید یا اینکه یک توی پردبدبه و ضیافتی بسیار وی کرد زیبا کرد، برای همین شده خراجات های زیادی میکنند. برای همین هم زنهای محترم ما باید درک کنند که آن مبلغ ها همین خیلی از آسمان فرو نمیریزد. برای پیدا کردن آن مبلغ مردهای ما چقدر زحمت میکشند، چقدر عذاب میکشند. برای همین هم همون مبلغ ها رو اگر برای بهبودی عائله، برای بهبودی شرایط فرزندان استفاده کنیم این به مقصد موافق می بود.